حضرت رسول اکرم صلی الله علیه وسلم یک خطبه خواندن، یک سخنرانی کرده بودند در اول ماه مبارک رمضان. این گونه فرمودند که قد اظلکم شهر عظیم مبارک، یک ماه بسیار بزرگ سراسر خیر و برکت بر شما آمده و لیلة فیه لیلة خیر من الف شهر، در داخل این ماه یک شبی است که از 1000 ماه هم قدرش جایگاهش بالاتره. بعد ادامه سخنرانی و خطبه رسول خدا صلوات الله علیه: صیامه فریضة و قیام لیله تطوع، روزش فرض است و قیام شبش نفل است و سنت است، شب تراویح خواندنش. من تقرب فیه بخصلة من الخیر کان کمن ادى فریضة فیما سواه، یک عمل مستحب و نفل و سنت ماه مبارک رمضان به اندازه فرض غیر رمضان. در غیر رمضان شما فرض بخوانید، در ماه رمضان نفلتان معادل فرضتان حساب میشه. سنت و نفلت را خدا برابر چی حساب میکنه؟ فرض حساب میکنه. بعد فرمودن که من ادى فرض چی؟ حالا نفلت به جای فرض حساب میشه. فرضت چی؟ گفتن من ادى فریضة فیه کان کمن ادى فریضة فیما سواه، من ادى فریضة کان کمن ادى 70 فریضة فیما سواه، یک نماز فرض معادل 70 نماز فرض غیر رمضان. در ماه مبارک رمضان 5 وقت نماز فرض 350 نماز حساب میشه. گویا در روز 350 نماز میخوانیم. یک فرض رمضان معادل 70 فرض غیر رمضان. فتحت ابواب السما، درب آسمان ها گشوده شده. درب رحمت خدا، درب آسمان یعنی درب رحمت خدا دیگه، دروازه رحمت گشوده شده. الله در انتظار نشسته که چه کسی نفل انجام بدهد که من به جای فرض بپذیرم، چه کسی فرض انجام بدهد که به جای 70 فرض او را بپذیرم، قبولش کنم. گوی توفیق و سعادت در میان افگنده ان، در نمی آید به میدان شهسواران را چه شد. شاعر می فرماید این گوی مسابقه و سبقت را انداختن در میدان مسابقه شهسواران و قهرمانان و پارسایان و شبخیزان و نیایش کنندگان و دعا کنندگان کجایند که در این مسابقه برنده میدان باشه؟ مسابقه کنند در تلاوت، در عبادت، در استغفار، در ذکر مسابقه کنند. چه کسی نمره بالا کسب بکنه در ماه ما؟ چه کسی را خدا بپذیرد؟ خودمان را بپذیرانیم، بقبولانیم، چگونه الله را راضی کنیم در این ماه مبارک رمضان. همه آهوان صحرا سر خود نهاده بر کف، به امید آن که روزی به شکار خواه آمد. همه آهوان رمیده صحرا سر گذاشتن تو شکارش کنی. رحمتهای رمیده خدا سر گذاشتن تا تو رحمت را شکار کنی، تا رحمتهایی که از تو رمیده بود، وحشت کرده بود، نفرت کرده بود، بالاخره با تو قطع رابطه کرده بود، در این ما دوباره اونا به دست میه. کو شکارچیان ماهر که امروز رحمتهای خدا را شکار کنه؟ من فطر فیه صائما کان له مغفرة لذنوبه و عتق رقبته من النار. با یک خرمایی که تقدیم میکنید، با یک گلاس آبی که
تقدیم میکنید، به دست خود میدهید، کل گناه آمرزیده میشه، مثل برگ درخت میریزه. و کان له مثل اجره من غیر ان ینقص او ینقص من اجره شیء. همین یک خرمایی که شما میدهید، همین 10 افغانی که میدهید تا اونا افطاری آماده کنن، رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن عین ثواب روزه طرف مقابل به شما میرسد. خدا همون اجر روزه‌دار را به شما میده. حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه فرمودن از مزدش کم نمیشه. کسایی که به دیگرها چه کار میکنن؟ افطاری میدن، یک دانه خرما افطاری. حتی آمده که پرسیدن، اصحاب پرسیدن یا رسول الله لیس کلنا یجد ما نفطر به صائم، ما که همه افطاری نداریم، ما که همه 100 افغانی یک کارتون خرما پولش را نداریم، ما چه کار کنیم؟ رسول الله فرمودن صلوات الله علیه یعطی الله هذا الثواب من فطر صائما على مذقة لبن او تمرة او شربة من ماء. این مزد و اجری که رسول الله گفت من گفتم، به دادن یک قرت آب هم خدا همون مزد را میده. تو برای روزدار اگر هیچی نداری، یک قرت آب بده، یک عدد خرما بده. و من اشبع صائما سقاه الله من حوضی. الله اکبر. میفرماید کسی که در آخرین دقیقه و ثانیه های آخر و دقیقه های 90 که حالا بالاخره جان به سطوح میرسد و طاقت فرساست و جان به لب میرسد و تشنگی و گرسنگی او را به سطوح آورده، رسول الله میفرمایند در همون لحظه کسی که سیراب میکند یک روزدار را، سقاه الله من حوضی، خدا او را از حوض کوثر، از حوض من رسول الله سیراب میکند روز قیامت. چنان سیرابی. کدام سیرابی؟ سیرابی که بعد از 4 ساعت دوباره تشنه بشی؟ نه خیر. رسول الله فرمودن لا یظمأ حتی یدخل الجنه، سوگند به خدا تا که وارد بهشت نشود دیگه تشنگی را نمیبیند در میدان قیامت. در اون میدانی که عرق دهانش را لگام کرده و افسار کرده، عرق اینقدر بالا آمده که به دهانش لجام درست شده، در همچنین حالت رسول خدا فرمودن لا یظمأ حتی یدخل الجنه، تا وارد جنت نشود خدا به او تشنگی دیگه نمیاد. الله میفرماید روزه را پاداشش، یعنی رمضان و روزه را اجرش پاداشش چیست؟ من خودم. الله میفرماید من خودم پاداش و اجر روزه خود من خدا هستم. یعنی چی؟ شما اگر نماز هم خواندید خدا در دلت، از حدیث معلوم میشه نماز هم خواندید خدا در دلت فرود نمی آید، اما در وقت روزه گرفتید خدا در دلت فرود می آید. معده خالی شد، دل پر میشه از جمال الهی، از رحمت الهی دل پر میشه. الا الصوم فانه لی و انا اجزی به.